سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان همیشگی کانال فنچستان. خیلی خوشحالم که با قسمت دوم از مجموعه آموزشی پرورش فنچ گلدین در خدمتتون هستم. قبل از اینکه بریم سراغ مطالب مهم این بخش، ازتون یه خواهش کوچیک دارم. اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردین ممنون میشم همین حالا این کار رو انجام بدین تا نه تنها از آموزش‌های بعدی جا نمونین، بلکه با حمایتتون به رشد این مجموعه کمک کنین. در قسمت قبل با تاریخچه، خاستگاه و رنگبندی زیبای فنچ گلدین آشنا شدیم. حالا وقتشه که محیط زندگی این پرنده خاص رو بررسی کنیم. چون اگر محیط نگهداری درست نباشد، حتی زیباترین و سالمترین گلدین ها هم ممکنه به سرعت استرس بگیرن یا دچار بیماری بشن. فنچ گلدین به طور طبیعی در مناطق گرم و نسبتاً مرطوب استرالیا زندگی می کند. بنابراین دمای ایدئال برای نگهداری اونها بین 22 تا 28 درجه سانتیگراد می باشد. دمای پایین تر از 18 درجه یا بالاتر از 32 درجه ممکنه براشون خطرناک باشد و باعث ضعف یا حتی تلفات شود. پس اگر در منطقه‌ای زندگی می‌کنید که سرمای زمستونتون زیاده، حتما از بخاری برقی ایمن یا هیتر مخصوص سالن استفاده کنید. از نظر قفس، گلدین‌ها عاشق پروازهای کوتاه و تحرک مداومند. برای همین قفس باید افقی و نسبتاً کشیده باشد تا پرنده بتواند از یک سمت تا سمت دیگر پرواز کند. ابعاد پیشنهادی برای هر جفت گلدین حداقل 60 سانتی متر طول، 40 سانتی متر عرض و 40 سانتی متر ارتفاع می باشد. اگر قصد دارید چند جفت با هم نگهداری کنید، قفس بزرگتر یا قفس گروهی توصیه می شود. در کف قفس حتما از کفپوش‌های قابل شستشو و تمیز استفاده کنید، مثل شن بهداشتی مخصوص پرندگان یا روزنامه تمیز که هر چند روز یک بار عوض شود. فنچ گلدین پرنده بسیار تمیزیه، پس رعایت بهداشت محیط هم روی سلامتی خودش تأثیر داره و هم روی میزان تولید مثلش. حالا میرسیم به یکی از مهمترین بخش‌ها، یعنی تغذیه. برخلاف تصور بعضی ها، تغذیه گلدین فقط به دانه های معمولی مثل ارزن یا تخم کتان خلاصه نمی شود. برای حفظ رنگ پر، نشاط و سلامتی بدنشون باید رژیم غذایی متنوعی براشون در نظر بگیرید. پایه غذا باید ترکیبی از دانه های مختلف باشد، مانند ارزن، تخم کتان، تخم شلغم، تخم خرفه و مقدار کمی تخم کافشه. اما در کنار اون حتما باید از غذاهای نرم و مکمل‌ها هم استفاده شود. برای مثال تخم مرغ آبپز، سبزیجات تازه مثل اسفناج و برگ کاهو و گاهی هم هویج رنده شده. یکی از نکات طلایی در نگهداری گلدین تأمین کلسیم و مواد معدنی می باشد. استفاده از سنگ مینرال یا پودر پوسته تخم مرغ خشک شده به حفظ سلامت استخوان و پوسته تخم‌ها کمک زیادی می کند. آب تمیز و تازه باید همیشه در دسترسشون باشد. سعی کنید ظرف آب رو روزانه بشورید و با آب ولرم پر کنید، چون گلدین ها گاهی برای شادابی پرهاشون هم از اون آب برای استحمام استفاده می کنند. نکته پایانی این که گلدین ها از محیط های شلوغ و پر سر و صدا خوششون نمیاد. اگر در خانه نگهداری می کنید، جای قفس رو در محلی بگذارید که نور طبیعی ملایمی داشته باشد، اما در معرض جریان مستقیم باد یا تابش شدید آفتاب نباشد. همچنین بهتر است شبها محیط کاملا تاریک و آرام باشد تا استراحتشون کامل باشد. در قسمت سوم این مجموعه قرار درباره تشخیص جنسیت، جفتگیری و رفتارهای خاص فنچ گلدین در دوران تولید مثل صحبت کنیم.
که بخش بسیار جالب و مهمی برای هر پرورش دهنده است. اگر این ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم با یه سابسکرایب محترمانه و لایک ازم حمایت کنید و اگر پرسشی داشتین حتما در بخش نظرات بنویسید تا در ویدیوهای بعدی پاسخگو باشم. تا دیدار بعدی با آرزوی روزهایی سرشار از آرامش، رنگ و آواز پرنده ها، خدا نگهدارتون.